سلام دوستان، من محمد وفایی هستم، عضو کوچکی از مجموعه اورژانس شیراز که هدفم آگاهی بخشی به شما عزیزانه. موضوع مورد بحث سکته مغزیه، موضوعی حیاتی که اطلاعات شما میتونه جان یه نفر رو نجات بده. پس با حواسای جمع تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. سکته مغزی چجوری به وجود میاد؟ سکته مغزی دو نوع اصلی داره با یه حالت اضافی که کمتر شایعه. نوع اول سکته ایسکمیک یا همون انسدادیه که بیش از 80% موارد رو شامل میشه. تو این مدل لخت خون یا لخته چربی رگ مغز رو میبنده و مثل لوله آبی که گلوله توی اون گیر کرده مانع از رسانی به بافت مغز میشه. مورد دوم سکته هموراژیک یا خونریزی دهنده که حدوداً 10 الی 20% موارد رو تشکیل میده. این نوع سکته به علت پارگی رگ‌های مغزی به دنبال فشار خون بالا ایجاد میشه، مثل ترکیدن بادکنک پر از آب. نوع سوم کمتر شایع هست و حمله ایسکمیک گذرا یا اصطلاحاً TIA بهش میگن که تو این حالت انسداد موقت رگ‌های مغزی رو می‌بینیم که خود به خود این انسداد برطرف میشه. حالا که با انواع سکته مغزی آشنا شدیم، میریم سراغ علل ایجاد سکته مغزی. شایع‌ترین علت سکته مغزی فشار خون بالای کنترل نشده است که در ویدیوهای بعدی بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. مورد دیگه ضربه به سره، چه شدید و چه خفیف. خیلی وقتا فردی ضربه به سرش وارد میشه اما چون ضربه شدت زیادی نداشته پیگیری نمیکنه، ولی گاهی اوقات همون ضربه کم هم میتونه باعث خونریزی بشه که این فرایند ممکنه طی چند روز اتفاق بیفته و فرد بعد از چند روز دچار علائم بشه که البته افراد مسن بیشتر در معرض این خطر هستن، اما هممون باید مواظب باشیم. علل دیگه از جمله مصرف داروهای رقیق کننده خون، دیابت کنترل نشده یا همون قند خون کنترل نشده، ضعف دیواره رگ‌ها، چربی خون بالا، چاقی و کم تحرکی، استرس مزمن و در آخر سیگار و الکل که این دو تا پای ثابت همه درد و مرزها هستن. خب بریم سراغ علائم. متنای پزشکی چند مورد خیلی مهم رو به صورت کلمه فصل کنار هم میارن و ما اینجا این علائم رو جز به جز بررسی میکنیم. اولین حرف F که مخفف فیس یا همون صورته. تو این مورد افتادگی یا کج شدن ناگهانی یک طرفه صورت یا عدم تقارن در لبخند زدن به نفع سکته مغزیه. حرف دوممون A مخفف کلمه آرم به معنی دست یا بازه. تو این مورد هم بی‌حسی ناگهانی در یک دست یا عدم توانایی در بلند کردن هر دو دست به یک اندازه دال بر سکته مغزیه. سومین حرف S مخفف اسپیچ به معنی گفتاره. تو این مورد هم فرد دچار بریده صحبت کردن یا در اصطلاح عامیانه خودمون فرد زبانش سنگین میشه. مورد بعدی حرف T مخفف کلمه تایم یا همون زمانه. اگر از زمان شروع علائم تا رسیدن به بیمارستان و شروع درمان کمتر از 4 ساعت و نیم باشه، احتمال از بین رفتن علائم خیلی زیاده. اما باید بدونید که اگر فردی خواب بود و صبح که بیدار شد این علائم رو داشت، دیگه اون تایم طلایی 4 ساعت و نیم در نظر گرفته نمیشه و احتمال از بین رفتن علائم کمه. خب دوستان، داشتن هر کدوم از این علائم به تنهایی احتمالاً سکته مغزیه و قرار نیست همشون رو با هم ببینیم. سایر علائم هشدار دهنده که ممکنه فرد قبل از سکته مغزی داشته باشه رو مختصر خدمتتون عرض میکنم. سردرد ناگهانی و شدید، جوری که فرد بیان میکنه بدترین سردرد عمرش رو گرفته. مشکلات بینایی از جمله تاری دید، دوبینی، از دست دادن بینایی در یک چشم، سرگیجه شدید و از دست دادن تعادل، اختلال در بلع، ضعف ناگهانی در یک طرف بدن یا در هر دو سمت بدن. اقداماتی که نباید انجام داد. متاسفانه در خیلی از مواقع که بالای سر بیماری مشکوک به سکته مغزی میریم، می‌بینیم که خانواده بیمار یا خود بیمار از روی ناآگاهی قرص زیرزبانی یا همون نیتروگلیسرین استفاده کردن، از این قرص ژله‌ای قرمزا، یا اومدن سر انگشته بیمارشون رو با سوزن یا تیغ زخم کردن که خون بیاد. بعضیا میان نرمی گوش بیمارشون رو زخم میکنن، بعضیا شونای بیمارشون رو ماساژ میدن، بعضیا میان بهش آبکن میدن، بعضیا میان پای بیمارشون رو بالا نگه میدارن که این کارو اشتباهه و علم اونا رو رد کرده. خب حالا سوالتون اینه که در این مواقع چیکار کنیم؟ اولین و مهمترین کار تماس با اورژانسه. تا اینجای ویدیو علائم سکته مغزی متوجه شدید. پس وقتی با همکارای ما تماس گرفتید بگید که علائم سکته مغزی داره و اون علامت هایی که توی بیمارتون میبینید به صورت واضح بیان کنید. بیمار رو بی حرکت نگه دارین و اگه گفت که حالت تهوع و استفراغ داره نذارید بره تو سرویس بهداشتی و برای ظرف بیارید. پس به هیچ عنوان بیمار رو راه نبرید. بیمار رو به پهلو و ترجیحاً به پهلوی چپ بخوابونید. چیزی نخوره. اگر استفراغ کرد سر را به پهلو بچرخانید.
ثبت زمان شروع علائم. این زمان‌های درمان حیاتیه، پس خواهشاً اون زمانی که بیمارتون دچار علامت شده رو به پرسنل اورژانس گزارش بدید. آماده کردن اطلاعات بیمار از جمله سن، سابقه بیماری که داره مثل فشار خون، دیابت، مشکلات قلبی و غیره و داروهایی که مصرف میکنه و گزارش دادن این اطلاعات به پرسنل اورژانس. پیشگیری. خب همیشه گفتن پیشگیری بهتر از درمانه. شما با کنترل عواملی که گفته میشه میتونید تا 80% از ایجاد حمله سکته مغزی پیشگیری کنید. پس این قسمت رو دوبار ببینید. فشار خون. فشار خونی ها مرتب فشار خونشون رو چک کنن و داروهای فشار خونی که پزشکشون خواسته رو به موقع مصرف کنن و بدون مشورت پزشک قطع نکنن. کسایی هم که فشار خونی نیستن به صورت دوره‌ای فشارشون رو چک کنن. حتی شما که سن کمتر از 40 ساله و حتی شما که لاغری و فکر می‌کنید دچار فشار خون نمیشی. مورد بعد کنترل کلسترول یا همون چربی خونه. گوشت قرمز، غذاهای فست‌فود و روغن‌های سرخ کردنی، چه جامد و چه مایع و نمک رو کمتر مصرف کنید. روغن زیتون، ماهی، سبزیجات، میوه‌جات اینا در پیشگیری کمک کننده است. مورد دیگه کنترل قند خونه. دیابت کنترل نشده میتونه خطر سکته مغزی رو افزایش بده. پس افراد دیابتی باید سطح قند خونشون رو در یک محدوده طبیعی نگه دارن. خیلی‌ها بنا به دلایل قلبی و غیر قلبی از داروهای رقیق کننده مثل وارفارین، آسپرین، فلاویک و داروهای دیگه استفاده میکنن. این افراد باید به صورت دوره‌ای فاکتورهای انعقادیشون رو چک کنن و با پزشکشون در مورد مقدار مصرف داروشون مشورت کنن و داروشون رو سرخود کم و زیاد نکنن. مورد بعد اینه که فعالیت بدنی داشته باشید و ورزش کنید. پیاده‌روی روزانه، ورزش‌های هوازی مثل شنا، دوچرخه سواری کمک کننده است. و در آخر ترک سیگار و الکل. لازمه بدونید که سیگار خطر سکته قلبی و مغزی رو 2 تا 4 برابر افزایش میده. حالا دیگه خود دانید. در آخر ازتون میخوام که این ویدیو رو در حد توان به اشتراک بذارید تا بتونیم کسایی که برامون عزیزن رو بیشتر در کنارمون داشته باشیم. یا حق، خدا نگهدار.